منطقه کارزایده و همچنین لومونگ که انسان در غار زندگی میکنند. اما سنگ اونا با سنگی که در منطقه میدار دوزده میافتاد را متفاوت است. سنگ اونا سنگ نرمی بود که توسط ترکیه پیاده شده، اما این سنگ به مراتب سخت‌تر از سنگ‌های منطقه کارزایده و لومان داغلی است. دوستای عزیز، این دهانه یک سموکی است که توسط انسان‌های اولیه حفاری شده